سلام بچه‌ها، امروز قراره یه کیک کاکائویی درست کنیم که وقتی بوش میاد تو خونه همه عاشق عطرش میشن. خیلی ساده است با مواد اولیه‌ای که تو خونه هممون پیدا میشه. بریم که با هم درستش کنیم. اینکه شروع کنیم. اول باید شیر و خمر با هم مخلوط کنیم. من این کارو رو انجام میدم. امیدوارم خرابکاری نکنیم که بریزه همه جا باشه. کم کم با هم مخلوط میکنم که خوب قاطی بشن. خب با این راحت تره. همه موادمون به دمای محیط رسیده. کره، شیر، خامه. بعد داریم ترکیبش رو کنیم. خب میذارمش کنار. خب الان میخوام آردمو و بیکینگ پودر کاکائو رو 3 بار با هم علک کنم. اینجوری خیلی راحت تر انجام میشه. یه لیوان یا یه کاسه یه چیزی بگیرید که این ور اون ورم پخش نشه. از همساده درست میکنم. من عاشق این صداهام تو خونه. صدای پختن کیک، صدای سرخ کردن یه کتلت و کوکو، صدای قهوه، دم اومدن چای. به من حس زندگی میده. انگار خونه زنده است، روح داره. هنوز همه چیز در جریانه با تمام مشکلاتی که ممکنه هر کدوممون داشته باشیم. خلاصه من شخصیت این مدلی دارم. خب پودر کاکائو خیلی خوش طعمه نسبت به کاکائویی که حالا توی بازار هست و توی هایپر پیدا میشه. این کاکائو ولی خب کاکائو خارجیه، ایرانی نیست. شاید بعضی از جاها بفروشن یا بتونید پیدا کنید. مقدار داره کاکائو ریختنش. خب من ذائقه‌ای که به نظرم خودتون دارید بهتره. نسبت به ذائقه‌تون بریزید. 2 قاشق 3 قاشق. البته یه جوری بریزید که تلخ نشه دیگه. بعد از اون بیکینگ پودر. این بیکینگ پودرم برند تیاراست و بازم جزو برندهای خوب بازاره. خیلی کمیه. نوک خوشحال چای خوری کافی از این بیکینگ پودر بریزیم. خب حالا دوباره با هم مخلوطشون میکنیم و علک میکنیم. چه بویی! این کاکائو چه بویی داره. من خیلی بوی شکلات و کاکائو و بوی وانیل و رگ بیکینگ پودر. ببین رگ میشه از جلو نونوایی ها. یه بوی خاص و عطر گرمه به نظرم. اونو من خیلی دوست دارم. خب این قسمت آخرش رو بره. یه لیوان کوچکتر بیارم اینجوری راحت‌تر مخلوط میشه. این لیوان اون کوچولو بزرگه سخته. تکش ها این خوبه. من دیگه موادم رو برمی دارم. دوباره علک میکنم. بسته بخواستم با جایی که کاکائو، بیکینگ پودر و آردمون کاملا یک دست مخلوط بشن. ببینید بچه هر چقدر که حالا نمیگم خیلی زیاد خیلی به دست فرق می‌کنه، ولی خب هر چقدر مقدار علکتون بهتر و بیشتر باشه، یعنی حداقل 3 بار علک کنید آردتون رو، توف کیکتون بهتر میشه.
خب من اینو میذارم کنار. اوپس، چیکار کردیم اینجا رو؟ خب من آرد و پودر شکلات و بیریک پودر رو با هم مخلوط کردم، الک کردم، 3 بار بذارم کنار. خب الان میخوام وانیل، شکر و کره به دمای محیط رسیده یا روغن مایع فرق نمیکنه، اینا رو با هم مخلوط کنم و بعد از اون تخم مرغ رو وقتی اون کرم رنگ شد تخم مرغ رو یکی یکی بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. یه نکته فراموش نکنیم که من یادم رفتون بگم بچه‌ها، توی آرد و پودر کاکائو بیکینگ پودر حتما یه کوچولوی نموره نمک اضافه کنید. این باعث میشه که ترکیب طعم نمک و شکر با هم دیگه باعث میشه طعم شکر بهتر حس بشه. این کار حتما انجام. خب بریم که اینا رو با هم مخلوط کنیم. در نمیاد خوشم. حتی وانیلی هم که استفاده میکنم وانیل برند ملودیه، اماراتیه و جز وانیلای خوب بازاره. نمیگم بدون این مواد نمیشه کیک درست کرد، ولی خب اگر این مواد تو دسترستون باشه یا بتونید تهیه کنید طبیعتا کیک خوش‌طعم‌تر، خوش‌عطرتر و بافت بهتری دارید. خب یکم وانیل به شکر و کرم اضافه میکنیم. اوپس، این همون مکانشون. بچه این وانیل چون توی این ظرف نگهداری میشه، یعنی جنس ظرفش به شکلی هست که عطر وانیل حفظ میشه. مثل وانیلی که توی بازار هست اونا معمولا توی پلاستیکن یا جعبه های خیلی کیپ و وکیومی ندارن، ولی خب این جنس باعث میشه که عطر وانیل بهتر حفظ بشه. حالا میریم که اینا رو ترکیب کنیم. خب الان یه ذره سر صدا احتمالاً داریم دیگه. امیدواریم پوستش نریزه. اینا رو مخلوط میکنیم. ظرفای اضافه‌مو بردارم. الان 3 تا مواد جدا از هم شد دیگه، شیر و خامه، تخم مرغ و شکر و وانیل و روغن یا کره و آرد و مواد خشکمون. خب حالا مواد خشکمون رو با مواد خیسمون ترکیب میکنیم. خیلی آروم هم میزنیم که پف تخم مرغمون نخوابه. عطر وانیل و کاکائو، اصلا شیر و خامه هم اضافه کردم. تو همین حین فرم روشن کنید که فرتون گرم بشه حتما. خب مواد رو خوب مخلوط میکنم. مواد این کیک خیلی لطیف میشه، حتی قبل پختش خیلی بافت لطیفی داره. یه مقدار کره و آرد میپاشیم کف قالبمون. من قالب مستطیل انتخاب کردم که قالب دم دستی باشم راحت‌تر. بازش کنیم.
حالا آرد. اضافه آردم برمیگردونم. ولی تجربه من میگه همیشه یه کوچولو آرد اضافه میذارم کف قالبم بمونه. این باعث میشه که انگار یه جوری عایق میشه که نسوزه. خب موادم میریزم تو قالبم. دارم مواد رو میریزم تو قالب. چه موادی چه انسجامی. چی میگه ماست من ترشه؟ بازم خوبه. از همش استفاده کنم چیزی حیف نشه. خب واوچ. بچه یه کوچولو اگه حبابی چیزی توی مواد هست بیاد بیرون. میذارمش تو فرم. ولی خب بافتش چون خیلی لطیفه ولش نمی کنم. یه رو 20 دقیقه بعد چکش میکنیم که یه وقت نسوزه چون خیلی زود آماده میشه این کیک. بریم کیک خوشمزه رو هم تست کنیم. به نگم برات ببینید بچه روی کیک هم یه کوچولو ترک خورد. من به این فکر کردم که شاید همه چی نباید همیشه بی‌نقص باشه، مثل آدما، مثل رابطه ها، مثل روزایی که میخواستیم خوب باشن ولی نشدن. مهم اینه تهش خوشمزه است. شاید اگه یاد بگیریم از همین چیزای نصف نیمه لذت ببریم تو زندگیمون هم شیرین تر بشه، مثل همین کیک خوشمزه‌مون. به صداشو میشنوی؟ صدای زندگیه. همیشه شایما با گل و هل میخورم. بریم که کیکمون رو تست کنیم. بی‌نظیره.